امروز کنار ساحل دو تا پدر رو دیدم که حدودا همسن و سال بودن، بچه هاشون هم همسن، هر کدوم 10-12 ساله بچه هاشون، و هر دو برای بچه هاشون دو تا چهارچرخ گرفته بودن، موتورهای چهارچرخ که باش کرایه کرده بودن که برن و دور بزنن. یکی از پدر اولیه شروع کرد که خیلی مراقب باشی، به کسی نزنی یا اتفاق بدی نیفته ها، مراقب باش. و همین که بچه شروع کرد به حرکت کردن ادامه داشت این مدل ادبیات. پدر دوم نه، چیز خاصی رو نمیگفت، ولی یه مدت یه بار میگفت آفرین که دقت میکنی، باریکلا، چقدر خوب سرعت تو اینجا کم کردی، چقدر خوب سرعتت رفت بالا. تا اینکه دور زدن بچه ها چند بار یک مسیر دایره‌ای رو و هم که داستان تموم شد، پدر اولیه بچهش وقتی پیاده شد از چهارچرخ گفت بابا چرا اینقدر آبروی منو میبری، چرا جلو مردم اینقدر اینجوری با من حرف میزنی، و شروع کردن با هم جر و بحث کردن. اما پدر دومیه وقتی پسرش پیاده شد، پسر برگشت گفت بابا خیلی خوب بود، دوباره هم میخوام سوار بشم. و بابا گفت به خاطر اینکه خیلی خوب رانندگی کردی و خیلی دقت میکردی، در صورتی که رانندگی این دوتا هیچ تفاوتی با هم نداشت. اما پدر دومی باهوش بود، با این کارش کاری کرد که بچهش به او اطمینان بیشتری کنه، امن‌تر بشه و لحظات شاد مشترک به وجود بیاد و در نهایت خودکارآمدی این بچه بره بالا. خیلی انتقاد نکنه. مخلصی.